سلام سلام آقا پسرا. سلام دختر خرومو. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خوش میگذره؟ برنامه آقای قوقولی یه داستان قشنگ دیگر رو براتون آماده کرده. اسم داستان امروز نهنگ ایرادگیره. روزی روزگاری نهنگی در یه دریاچه کوچیک نمکی زندگی میکرد که اسمش جیلی بود. اون تنها نهنگ اون منطقه بود و زندگی راحتی داشت و همین امرم کمی اون رو ایرادگیر کرده بود. یه سال تابستون هوا اونقدر گرم شد که آب دریاچه هم خیلی گرم شده بود. جیلی اونقدر به زندگی خوب عادت داشت که نمیتونست گرمای آب تحمل کنه. روزی ماهی کوچولویی که بیشتر عمر خودشو در تنگ ماهی پسر بچه‌ای سپری کرده بود به جیلی گفت وقتی هوا گرم میشه آدما پنکه روشن میکنن و خودشونو خنک میکنن. از اون به بعد جیلی نمیتونست به چیزای دیگه غیر از ساختن پنکه فکر کنه. همه موجودات در دریاچه به جیلی میگفتن که تو خیلی سختگیری، به زودی هوا خنک میشه. اما جیلی دست بردار نبود. اون میخواست پنکش رو بسازه. وقتی کار ساخت پنکش تموم شد جیلی اونو روشن کرد. بیچاره بقیه ماهیا، پنکه غول‌پیکر امواج بزرگی رو توی آب ایجاد میکرد و ماهیا اذیت میشدن. این امواج به ساحل دریاچه میخورد و مقدار زیادی از آب دریاچه رو هم خالی میکرد. حالا آب دریاچه هم خیلی کم شده بود. جیلی باید توی آب کم زندگی میکرد. همه ماهی‌های دریاچه با جیلی دعوا کردن و بهش گفتن تو خیلی بی صبر و خودخواهی. اما جیلی از حرفای اونا زیاد ناراحت نمیشد. اون چه که بیشتر از همه جیلی رو ناراحت میکرد این بود که آب کم دریاچه تحمل گرما رو سخت‌تر کرده بود. اون حالا متوجه اشتباهش شده بود و از همه دوستاش خواست تا او رو ببخشن. به اونا هم قول داد که در برابر مشکلات حتما قوی تر باشه و سختی های زندگی رو تحمل کنه. با همه اینا جیلی روزهای سخت و پشت سر گذاشت و آرامش رو پیدا کرد. وقتی بارون بارید دریاچه دوباره پر از آب شد و هوا هم خنک شد. حالا وقتش بود که جیلی هم به قولش عمل کنه و به همه نشون بده اون یاد گرفته خیلی بی صبر و راحت طلب نباشه و برای چیزایی که میخواد صبر کنه تا بهشون برسه.